20 سپتامبر سال 2022 در دوشنبه مرافعه الفتخانه محمدشاه و فعال جامعه شهروندی و ژورنالیست زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان دایر می شود. در این باره پامیر دیلی نیوز کانالی که مسائل بدخشان را پیگیری می کند خبر داد. نشریه گفت مرافعه دادگاه محمدشاه و پشت درهای بسته صورت می گیرد. همراه او در این پرونده مشهور با نام پرونده روشانی ها باز حدود 100 نفر دیگر از جمله شوهر سابقش مشاور فرمانده قشون‌های مرزبانی تاجیکستان گنرال مایور خولباشف نیز در کرسی عیبدار نشستند. مرافع آنها که اول ماه آگوست آغاز یافت در تالار بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه می‌گذرد. ماه آگوست خبر رسیده بود که عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای گنرال خولباشف حبس عمرباد و برای همسر سابق او الفتخانه محمدشاه و 25 سال زندان را طلب کرده است. آنها با دریافت پول از خارجه برای تشکیل اعتراضها در ناحیه روشان عیبدار میشوند. بعد بازداشتشان خولباشف و محمدشاه و این اتهام را به دوش گرفتند، ولی در جریان مرافعه دادگاهی از بیانات قبلی خود دست کشیده گفتند که تحت فشار مجبور به اعتراف گناه شده به خود و دیگران تهمت زدند. در ماه‌های اخیر در رابطه به حوادث اخیر بدخشان دست کم 6 ژورنالیست و بلاگر زاده این ولایت مختار نیز به حبس انداخته شدند. الفتخانه محمدشاه و محمد سلطان، خوشام گلیم، رمزی شاگونوف، مقصود غیاسوف و قامچک میرزایف. محمد سلطان پلکوونیک مستفی امنیت که 72 سال دارد هفته گذشته به 6 سال زندان محکوم شد. به الفتخانه محمدشاه و 25 سال زندان تهدید میکند.